امروز چیزی که تو غزه داریم میبینیم قوت ایمان. چند روز پیش دیدیم یه خواهری طفلشو، جگرگوششو، لخت جگر و پاره تنشو دست داده، بعد داره بر میگرده از دفن بچهش و میگه فداک امی و ابی یا رسول الله. بچهشو دست داده، پاره تنش، لخت جگرش با موشک‌های صهیونیست تکه تکه شده، اما تو مسیر برگشت میگه فدای تو بشه پدر و مادرم یا رسول الله. چی میتونه این مادر رو سر جاش محکم نگه داره؟ چی باعث شده که نماز صبح اهل غزه با اون آبی که رو خیمه هاشون جمع شده، گاهی وقتا اونا وضو میگیرن با همون آبی که رو خیمه هاشون جمع شده، از باران دیشب با اون وضو میگیرن، زیر موشک ها نماز صبح میخوانن. من اینجا تو مسجد گرمم نمیتونم نماز بخونم. این قوت ایمانه که حتی امروز یهود و نصارا نمیتونن تجزیه و تحلیل درستی از این واقعه داشته باشن. جنازه هاشون بوی عطر به مشام میرسه. اینو شما زیاد شنیدی. این چیه؟ قوت ایمانه. چینا رو سر پا نگه داشته بعد از چند هزار کشتار وحشیانه، نسل کشی، هنوز سر پا ایستادن و میگن فداک امی و ابی یا رسول الله. چینا رو نگه داشته. چه قوتی؟ فقط ایمان آدم رو محکم نگه میداره، هیچ چی نمیتونه.